السلام علیکم دوستان عزیز. دست اول سلام درودی به پایین خدمت با همه شما میرسونم و اول انا ما فکر میکنم که عبدالرازق خیانتکار اینا ما ادپیساتش میکنیم یا که ما ادپیساتش اینا جورام توکل به خدا اگه این دیگه پایکی برادرای عزیز چی گفتنیم همین در تاجیکستان بدانشدم همین انسان‌ها رو عموما وجود داشتنشون رو نمیدونم لیکن وقتی که مقصد تمایل فایلوت کرده که اون مقصد دیگه دولت رفتن ما هم اینترس حالت کردیم گرفتیم پادپیساتسا کردیم انا همین ساری بارون رو تماشا کردم روز دیگه گیرم اومد ایتنی همون بچه باور میکنید تماشاش کردم خیلی ناممکن ایده برای همین من چی گفتنیم خیلی کاری چی مای دیلی ما گفت که همین گوده که بگی ادپیساتسا که این کسانی که طرفداری من معلومه در کامنتار بنویسن طرفداری که کمان و طرفداری عبدالرازق خان و هم بنویسن همه حق داره نویسنده لیکن اگر پای که ما فکر میکنم که عبدالرازق نگوره مقصد او فکر کنه خودش در اون داره چقدر چایلو بودنش فکر کنه در مقصد که در اون تای سنگا در اون بخی اوی خنک موجوده یه میلیون میفروی قرد میخره خنکی رو میبری در اونجا باید شگر میگاد که این مقصد که اومدی قد جوی عبود دیده کو همش چی یک اولش خدا آخرش خدا بعد یک کس باید باشه که ترا یک قوه باشه که ترا تله کنه این بران یک قوه بدی عبدالرازق ده که مقصد تله میکرد همون جوی در کوریده میبرد میرسوندش خیلی ما چی گفتنیم باقی خانواده و تنصد باشه در میرنگ گروه های مونه که این گروهی بودن گروه اقبال بودن گروهی بودن که برام دنیاوی بودن همین گروه اقبال در دنیا هم تماشا میکردن با دیگه گروه ها بود نه گروه عرب شو بوده که مثال پران گروه هایی که مقصد همش چی میشه ای همدیگر نفهمایی همدیگر فهمی کنید به قولای بلند میرسید اگر همدیگر فهمی نکنید با عبارت نام چکر چایلوتون میرید توکل همت به خدا.